همه دوستداران سفر. اگه قصد سفر به شهر پاریس رو دارین، توی این پست و 3 پست بعدی اطلاعات خوبی رو در رابطه با شهر پاریس در اختیارتون میذارم. با من همراه باشید. هر وقت اسم پاریس به میون میاد، همه ما یاد برج ایفل میافتیم. برج ایفل که به مناسبت 100مین سال انقلاب فرانسه ساخته شده، ارتفاعش 330 متره و تا سال 1910 میلادی به عنوان بلندترین سازه جهان معرفی میشد و همکنون هم با بیش از 300 میلیون بازدید کننده به عنوان پر بازدید کننده ترین سازه جهانه. هم دیدن اون در روز قشنگه و هم در شب به خاطر نورپردازی های زیبایی که داره. قبل از ورود به برج ایفل هم میتونین توی پارک قدم بزنین و از منظره زیبای اون و شلوغی و هیجانی که توسط توریست ها که حس و حال خاصی رو به محوطه داده لذت ببرین. ورود به محوطه پارک و دیدن برج ایفل و عکس گرفتن در کنار اون رایگانه و هزینه‌ای نداره. اما اگر میخواین به بالای برج ایفل برین، باید بلیط تهیه کنین. حتما بلیط ها رو به صورت آنلاین بخرین که مجبور نشین مدت طولانی چیزی حدود 3 تا 4 ساعت رو توی صف بمونین. محوطه باغ برج ایفل 2 تا درب داره، درب جنوبی و درب شرقی که اولین بازرسی در اونجا انجام میشه. اگر نخواین از برج بالا برین، باید از کنار اون با جای فروش بلیط گذر کنین و بازرسی بشین و برین داخل محوطه. از طبقه دوم شما میتونید مناظر زیبای پاریس مثل موزه لوور، عمارت و گنبد طلایی لزنولید رو از اونجا تماشا کنین و لذت ببرید. همچنین رستوران‌های معروفی مثل میچلان در طبقه دوم برج قرار دارن. اگر بخواین برین بالاتر، شما 276 متر رو با آسانسور شیشه‌ای بالا میرین و میرسین به آخرین طبقه قابل بازدید که فقط آنتن برج بالای سرتونه. اونجا دیگه شما سر و صدای بولوار اطراف و ماشینا رو ندارین و میتونین پاریس رو از بالاترین ارتفاع تماشا کنین. در بالای برج دفتر کار کوچیک هم میبینین همراه با مهندس برج ایفل و ادیسون. یه چیز جالب دیگه هم که خیلی جلب توجه میکنه، دیدن عکس ناصرالدین شاه به عنوان اولین اشخاص معروفی که از برج دیدن کردن هست. همچنین میتونین از بار شامپاین، از نوشیدنی یه شامپاین آب میوه فراموش نشدنی هم لذت ببرید. رستوران‌ها و بارهای بالای برج هم قابل رزرو اینترنتی هستن که البته قیمت‌های خیلی بالایی دارن. اگه تصمیم دارین بالای برج غذا بخورین، حدوداً نفری 130 یورو به بالا باید در نظر بگیرید. سمت دیگه عمارت و گنبد زیبای لزنولید پیش روتون قرار داره. ساخت و ساز این ساختمون برای سربازان پیر و آسیب دیدگان جنگ بوده که به دستور لویی 14 به مدت 17 سال ساخته شده. در واقع این موزه به همین دلیل به این اسم نامگذاری شده. مجسمه های زیبایی از سربازان، لباس و ابزارهای جنگ و مقبره های اونها توی این عمارت به نمایش عموم گذاشته شدن. از اشخاص معروفی که در اینجا دفن شدن میشه به ناپلئون بناپارت هم اشاره کرد. در کنار عمارت این ولیدس کلیسای دوم قرار داره. گنبد طلایی دوم که توسط باغ و فواره‌ها احاطه شده، منظره بی‌نظیری از بنای تاریخی میده و در شب هم با نورپردازی زیبایی که داره زیبایی اون رو 2 چندان میکنه. وقتی وارد گنبد میشین، در داخل گنبد نقاشی بسیار زیبایی چشمان شما رو خیره میکنه. نقاشی از عیسی مسیح، مریم عذرا، حواریون عیسی مسیح و در 4 ستون اون نویسندگان کتاب مقدس و همچنین نقاشی لویی 9 پادشاه فرانسه رو میتونین ببینید که بی‌نظیره.
اگه علاقمند به معماری و بناهای تاریخی هستین و یا اینکه رشته تحصیلیتون معماریه، سیتی آف آرشیتکتور مخصوص شماست و نباید اونو از دست بدین. موزه‌ای از معماری و مجسمه‌های تاریخی که در کاخ پالن دو شیو که خودش یه محوطه بسیار زیباست واقع شده. این موزه بزرگترین موزه اختصاص داده شده به معماری در جهانه که در سال 1879 میلادی ساخته شده. موزه های زیادی در این ساختمان وجود دارن که شما میتونین با توجه به علاقمندیتون لیست موزه ها رو از اطلاعات موزه دریافت کنید و برید و تماشا کنید، چون دیدن تمام اونا واقعا در یک روز و یک هفته امکان پذیر نیست. یادتون نره خرید بلیت اینترنتی شما رو از یک صف طولانی نجات میده.